هیچی مثل محبت جواب نمیده، بقیهش کشک آقا. هیچی. با عشق میشه به ثروت رسید، به قدرت رسید. قدرتی که حافظ الان تو جهان داره کمه؟ قدرتی که مولانا داره کمه؟ بابا لیلی و مجنون داستان دوتا عاشق دنیا رو پر کرده، همه جا هست، هر جا یه اسمی روش گذاشتن. قدرت عشق رو دست کم نگیرید. جهان یه روزی میاد پای عشق میشین. الان نگاه کن، این همه اسلحه جمع کردن تو جهان که بهشون امنیت بده. یه ویروس اومده، هیچ موشکی حریفش نیست. موشک بزنید کرونا از بین بره ببینم. هواپیماهاتون رو بلند کنید کرونا رو از بین ببرید. خود خلبانه تو کابین کرونا میگیره، کشتی وسط دریا کرونا میگیره. اومده به ما بگی شما قدرتی ندارید، دوامم ندارید. 20 هزار نفر تو کشور خود ما مردن فقط. خیلی پولدارا بودن مردن، کارخونه دار، پولدار، وضع خوب. آدم بدی هم نبوده، مرد. آدمیزاد میمیره. هیچ کس تو دنیا ابدی نیست، میمیری. پولدار، فقیر، ما هممون میمیریم. اونی که دکمه رو فشار داد، بمب رو انداخت رو هیروشیما ناکازاکی، 100,000 نفر رو کشت تو یک لحظه. مرد آقا، مرد. تو هر کار دوست داری بکنی بکن، میمیری. بدی ما هممون میمیریم. ببین آقا، آدم از خیلی راه‌ها میتونه پولدار بشه. اصلا میتونه پولدار به دنیا بیاد. بابات میلیاردر باشه، شانست بزنه اونجا به دنیا بیای. نه، طرف میتونه بره دزدی کنه پولدار بشه، از راه دزدی میشه پولدار شد. کلا بذاری سر مردم. از راه‌های مختلف میشه به قدرت رسید. میتونی منطق ماکیاولیستی داشته باشی، بگی آقا هدف وسیله رو توجیه میکنه، بعد بری با دوز و کلک بخوای برسی به جایی. با رانتخاری میشه پولدار شد. شانست بزنه یه وزیری، وکیلی، نماینده مجلسی، کسی از تو خوشش بیاد. 2000 تا وام به انهای مختلف به شما میدن. شما میتونی به قدرت برسید، باباتو بکشی، ننه‌تو بکشی، بچه‌تو بکشی، هموطنتو له کنی، پارتی بازی کنی، بری خط قرمز نداشته باشی، خودتو در اختیار دیگران قرار بدی، بشی چماق دست اونا، یه چیزی هم حالا بدن، یه پست و مقامی هم بدن به تو. تمام خط قرمزا رو میذاره زیر پاش که بشه رئیس فلان اداره. لنگ میندازه جلو یارو، تملق میکنه، یک کارایی که از نظر خلق انسانی کارای پستیه. هر کار دوست داری بکنی بکن، میمیری. دم همون داشای قدیم گرم، با شاف آلوده نمیخوردن، سرخم کنن جلو کسی، فقط رو مرام سرخم میکردن و بس. دم همون داشای قدیم گرم. هیچی مثل محبت جواب نمیده، بقیهش کشک آقا. هیچی. من میگم پولو میخوای واسه چی؟ موقعیتو میخوای واسه چی؟ قدرتو میخوای واسه چی؟ میخوای چیکار کنی؟ میخوای تو دنیا زندگی کنی بهت خوش بگذره؟ خاخه اونایی که دزدیدن، من بعضیاشونو میشناسم اصلا حالشون خوب نیست، اصلا هم عشق نکردن. دزد همش از دزد میترسه، بهش خوش نمیگذره. تاریخو برید بخونید ببینید چند تا دزد عاقبت بخیر شده، چند تا متکبر عاقبت بخیر شده، چند تا متجاوز عاقبت بخیر شده، چند تا دیکتاتور عاقبت بخیر شده. همون دور و بریاش میکشنش اگه خودش از جنون خودکشی نکنه. هیتلر کو همه دنیا رو گرفت، چجوری شد؟ عاقبتش چی شد؟ ناپلئون کجاست؟ فرعون کجاست؟ و فرعون ها کجا؟ تموم شد رفت. هر کار دوست داری بکنی بکن، میمیری. من تعجبم انقدر دزدی کشور زیاد شده، بعضی فکر می‌کنن چون ما دزدی نکردیم عقب موندیم. حواسمون نیست که بابا اصلا فایده نداره، چون پولدار نمیشی. پولدار یا پولدار نیستی، به خودت حال نمیده، مال تو نیست. هر بچه‌ای که تو بیمارستان از بیدارویی میمیره، تو توش مقصری، تو خون شریکی. و هر دختری که پاش به فساد باز میشه، تو فسادش شریکی، چون تو دزدیدی ازش، تو حیاشو دزدیدی، تو شرفشو بردی. تو هر چی ناله است شریکی از فقر. اونی که کلش تا کمر خمه توی سطل آشغال، تو مقصری. تو که 1000 میلیارد 2000 میلیارد ازش بردی. تویی که نامه امضا کردی وامشو 100 میلیارد گرفتی، وام 1000 میلیاردی دادی. تویی که 100 میلیون گرفتی، 100 میلیارد رو نادیده گرفتی. تویی که 1 میلیون گرفتی، 100 میلیون طرفو بیخیال شدی. همه مقصری، تو همه خونهایی که تو مملکت هست، تو ناله همه مادرها، تو گریه همه دخترها، تو آوارگی همه بچه‌ها، همه بچه‌های کار، تو دزدیدی ازش. تو غم و غصه همه کارتون خوابا، همه اونایی که تو بیمارستان بیدارویی میمیرن، همه اونایی که از فقر زجه میزنن، تو شرمندگی تمام مردایی که از بچه‌هاشون شرمنده. هر چی ناله است شریکی از فقر، تو فسادش شریکی، چون تو دزدیدی ازش، تو شرفشو بردی، مال تو نیست. این چه پولیه؟ خوشت میاد؟ خوشمزه بود؟ خوب شد؟ چه مزه‌ای داره پول دزدی؟ تو شرمندگی تمام مردایی که از بچه‌هاشون شرمندن، تو هر چی ناله است شریکی از فقر. حالا عنوان به تو بگن سلشگر، خب بهت بگم وقتی خودت میدونی گروبانم نیستی، همه دنیا بهت بگن سلشگر. دمشون گرم اونا که درجه فرار میکردن. یارو مال یه درجه گرفتن حاضر رفیقشم بفروشه، مال یه مرخصی گرفتن حاضر رفیقشم بفروشه، مال 2 تا نخ سیگار رفیقشم به ناحق بفروشه. ولی میتونی یه درجه بگیری تمام عالم بخوان ازت بگیرن نتونن. تا
تا قیام قیامت همه انسان رو تلاش بکنن ازت بگیرن، نمیتونن بگیرن. پس با رحمم میشه رسید. چرا نمیشه رسید؟ ما حال نداریم با مرکب رحم بریم، حال نداریم. ما حال نداریم با مرکب محبت بریم. آقا غیر عاشقی هر کاری کنیم باختیم بچه‌ها، هر کاری کنیم باختیم. هیچی مثل محبت جواب نمیده، بقیهش کشک. آقا به هر منصبی برسیم باختیم، به هر ثروتی برسیم باختیم، به هر قدرتی برسیم باختیم، هر کاری کنیم باختیم. شما به کسایی احترام میذارید که عاشق بودن، که به هر منصبی رسیدند، از عشق رسیدن، از محبت رسیدن. شما با آدمایی که با رانت و پول و پارتی و دزدی به جای رسیدن احترام نمیذارید. پس دنبال رانت و پول و پارتی و اینا نباشید. دست برداریم از این فرهنگ غلط. همه میخوام یه شب میلیاردر بشیم. بشیم بابا، خبری نه. حالا میلیارد، 100,000 میلیارد پول تو حسابته، میخوای چیکار کنی؟ حاج آقا اینقدر کار هست. پس چرا اونو که دارن هیچ کاری نمیکنن؟ دلت خوش نباشه چی؟ خدا رحمت کنه سهراب سپهریو. گفت دل خوش سیری چند، دل خوش. دارم میبینم با چشام، دزده نه عاقبت به خیر میشه نه حال میکنه. دروغگو هم همینطور، اون که پارتی بازی کردم همینطور، حالش بده، خوش نمیگذره بهش. ربطی به دین هیچ کی هم نره. هر کی خیانت بکنه در ترسه. قاعده بین المللیه، حالش بده. منصب از ادب اگه گرفتی، منصب از عشق اگه گرفتی، پول از محبت از مهر گرفتی، نگرفتی از مسیرهای دیگه تو این دنیا به هر چی برسی مال تو نیست، بهت مزه نمیده، تو استرسی. حالا بشین پشت پرشه، وقتی با یه مش قرص میشینی چه فایده؟ وقتی حالت بده، خب بعد حالا بدتر این که همه رو باید بذاری بری، اون خیلی سخت میشه. تو حسرت دزدار رو نخور بابا، آدم حسابی ها رو ببین. نظرسنجی نکنن بگن الگوتون کیه، اسم 2 تا آدم حسابی خارجی بگن، اسم یه دزد داخلی بگن. دوست نداشتی جا حافظ بودی، همدم مردم بودی، تو شادی و غم به تو تفاعل میزدن؟ حاج آقا این حرفا نون آب نمیشه، به خدا میشه. حالا اون حرفا که شما زدید نون آب شد؟ اون همه دنبال دنیا دویدیم فایده کرد؟ تقلب، کلاهبرداری جواب داد؟ زیر رو کشیدن فایده داشت؟ حسادت به دیگران کاری کرد که این حرفای من آب و نون نمیشه؟ چرا آب و نون نمیشه؟ خوبم آب و نون میشه. آقای منصبا به خدا خوبه. دنیا رو وقتی نخوای داریش. انقدر داشته های دنیا حقیره، وقتی نخوای داریش. ولی عشق اینجوری نیست، مهر اینجوری نیست، محبت اینجوری نیست. ثروت واقعیه، میتونی با خودت ببری. هر کجای عالم بری ثروتتو با خودت ببر. آقا یه ثروتی به دست بیارید بتونید ببرید. ثروتایی که باید مردیم بذاریم فقط حسرت واسمون باقی میذاره، هیچ فایده. بعدمون دعوا میشه، سر خوردنش دعوا میکنن، لاشخورا دعوا میشه. ولکن بابا، خیلی خبراست تو دنیا، خیلی شنیدنی ها هست نشنیدیم، خیلی دیدنی ها هست ندیدیم، خیلی لذت ها هست نبردیم، خیلی فهمیدنی ها هست نفهمیدیم. تجربه زیستیتون رو زیر پاتون نذارید آقا. عاقبت دزدا و کلاشا و دروغگوها رو دیدید، عاقبت عاشقا رو هم دیدید. یه سر عاشقی کنیم، مثلا یه جای دیگه میشه زندگی کرد. ولکن بابا. آقا یه ثروتی به دست بیارید بتونید ببرید. هیچی مثل محبت جواب نمیده، بقیه‌اش کشک آقا.